سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 5 ایون همراه شما. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه مبارزه مشترک بر ضد تروریسم، افراطگرایی و جدایی طلبی را بررسی کردند. در این نشست وزیران تاجیکستان و چین، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه و معاون وزیر امور داخلی ازبکستان حضور داشتند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت گروه‌های تروریستی به مثل گروه دولت اسلامی و گروه طالبان برای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خطر ایجاد می‌کنند و او اعتراف کرد که بیشتر از 300 جوان تاجیک به صف گروه‌های تندرو و تروریستی در عراق و سوریه پیوستند. در نشست دوشنبه سندهای همکاری به امضا رسیدند و طرف‌ها به موافقه رسیدند که همکاری‌ها را برای از بین بردن تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر گسترش بدهند. والدانی صلاح‌الدین عزیزوف جوان تاجیک که ملت‌گرایان روس او را بی‌رحمانه کشتند میگویند امیدوارند قاتلان فرزندشان در روسیه جزای سزاوار بگیرد. پدری صلاح‌الدین مرحوم محبت‌شاه عزیزوف روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت از جریان محاکمه متهمان به قتل فرزندشان در روسیه آنها را آگاه کردند. او افزود هنوز در فراق فرزند جوانمرگش سخت می‌سوزد. هیچ پدر و مادر خداوند تعالی خیلی روزانشان نکرده. یگان پدر و مادر. ای و اگر خودش باشه یا کسلی باشه یا بیماری باشه. میگه این خیلی حتی پسر 20 ساله 20 سال کلامش منی تربیتش منی میره زشته باران وره میکشن شو میره سو علمناک است. صلاح‌الدین عزیزوف ساکن 20 ساله ناحیه شهر توز را اعضای گروه ملت‌گرای بارن سال 2008 سر بریدند. محاکمه 12 عضو این گروه از جمله با اتهام قتل صلاح‌الدین روز 2 ایون در دادگاه مسکو شروع شد و حالا ادامه دارد. در ترکیه روز 7 ایون انتخابات پارلمانی برگزار می شود که آن را انتخابات سرنوشت ساز برای حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه خواندند. مردم از میان نامزدهای زیادی باید 550 عضو پارلمان ترکیه را انتخاب کنند و در این میان رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تلاش دارد موقع سست شده حزبش را هم در پارلمان و هم در میان مردم نگه دارد. در انتخابات 30 حزب شرکت میکنند ولی 4 حزب، حزب عدالت و توسعه، حزب دموکراتی خلق، حزب ملت‌گرایان ترکیه و حزب جمهوری نیروهای اصلی به شمار می روند. در شهر دوشنبه مراسم افتتاح بینای نو مؤسسه دولتی تاجیک خاریجه کار برگزار شد که به گفته مقامات کارگزاری و فرستادن خواهشمندان به کار در بیرون از کشور را آسان می کند. برای تعمیر و تجهیز این مؤسسه حکومت بریتانیا و سازمان بین المللی مهاجرت کمک کردند. یکی از هدف‌های اصلی آژانسی تاجیک خاریجه کار به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت غیر قانونی کاری از تاجیکستان است. این مؤسسه تاکنون با شرکت‌های روسیه و قزاقستان سازشنامه‌ها به امضا رسانیده است و میگوید خواهشمندان می‌توانند از طریق تاجیک خاریجه کار در بیرون از کشور جای کار قانونی پیدا کنند. طوری معلوم بنابر نارسایی جای کار در داخل سالانه صدها هزار نفر از مردم تاجیکستان برای کار به روسیه و دیگر کشورها می‌روند. یک مادر از ناحیه جبار رسولوف که نیم سال از دیدار فرزندانش محروم بود روز 5 ایون در نهایت فرزندانش را به آغوش گرفت. دلبر شانقل و ساکن ولایت سوخت فرزندانش آیگول 5 ساله و یاسمن 4 ساله را برای معالجه به مسکو به نزد شوهرش برد، ولی شوهرش که آنجا زن گرفته است او را با بدرفتاری و تهدید مجبور کرده است که تنها به تاجیکستان برگردد. بعد مراجعت دلبر به سازمان‌های حامی حقوق مرکز حقوق بشر در روسیه با مساعدت مقامات پلیس و سفارت تاجیکستان در مسکو فرزندانش را به دلبر برگردانیدند. حالا این مادری تنها میگوید به خانه میراثی پدرش برمیگردد و کودکانش را آنجا نگاهبین میکند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.